سلام، بریم با هم به ساده ترین روش تیشرت بدوزیم. تیشرت رو پشت و رو میکنیم و 2 درز پهلوها رو به هم سنجاق میزنیم. آستین رو میدیم داخل تا حلقه آستین مشخص بشه. 2 حلقه آستین رو به هم سنجاق میزنیم. سرشانه و حلقه گردن رو هم مرتب میکنیم و سنجاق میزنیم. پارچه رو 4 لا به اندازه عرض تیشرت تا میزنیم. تیشرت رو میذاریم روی پارچه و دور تا دورش رو صابون میکشیم. بعد تیشرت رو بر میداریم و خطها رو با خطکش مرتب میکنیم. حلقه آستین رو اصلاح میکنیم. برای پایین 3 سانت و بقیه جاها 1 سانت و نیم جای دوخت میذاریم و میبریم. قسمت پشت رو بر میداریم و یقه جلو رو میبریم. برای آستین به اندازه گشادی آستین پارچه رو 4 لا تا میزنیم. آستین رو روی 4 لای بسته پارچه قرار میدیم. در خط درز آستین و پایین آستین رو روی میکشیم. بعد نقطه زیر بغل و تاج آستین رو علامت میزنیم. تیشرت رو از روی پارچه بر میداریم. از نقطه تاج آستین و زیر بغل یک خط صاف میکشیم و به 4 قسمت تقسیم میکنیم. از خط اول 1 سانت به سمت بالا و از خط سوم به 1 سانت به سمت پایین میایم و هلال آستین رو رسم میکنیم. لبه کار 3 سانت جای دوخت و بقیه جاها 1.5 سانت جای دوخت میذاریم. وسط حلقه آستین رو با یه چرت مشخص میکنیم. سرشانه ها رو به هم وصل میکنیم. چرت آستین رو به سرشانه وصل میکنیم و لبه های لباس و آستین رو به هم سنجاق میزنیم و میدوزیم. 2 زیر بغل رو به هم سنجاق میزنیم و لبه لباس رو مرتب میکنیم و سنجاق میزنیم. 2 طرف لباس رو میدوزیم. لبه لباس رو اول 1 تا 1 سانتی و بعد 1 تا 2 سانتی میزنیم و چرخ میزنیم. لبه آستین رو هم همین کارو میکنیم. لباس رو به رو میکنیم و برای یقه هم میتونیم از کشبافت های آماده استفاده کنیم. کشبافت رو دولا میکنیم و دور تا دور حلقه گردن میدوزیم. هم میتونیم نوار اریب بدوزیم و هم تو بدیم و بدوزیم، بسته به سلیقتون داره.